عقاب داشت از گرسنگی میمرد و نفسهای آخرش رو میکشید. کلاغ و کرکس هم مشغول خوردن لاشه گندیده آهو بودن. جغد دانا و پیری هم از بالای درخت به اونها خیره شده بود. کلاغ و کرکس به جغد گفتن این عقاب احمق رو میبینی که به خاطر غرور احمقانش داره جون میده؟ اگه بیاد با ما هم سفره بشه نجات پیدا میکنه. حال روزشو ببین، هنوزم میگی عقاب سلطان پرنده هاست؟ جغد به اونا گفت عقاب نه مثل کرکس لاشخوره و نه مثل کلاغ دزد. اونا عقابن، از گرسنگی میمیرن اما حاضر نیستن اصالتشون رو از دست بدن. به چشم عقابا چگونه زیستن مهمه، نه چقدر زیستن. زندگی ما آدمان باید مثل عقاب باشه. مهم نیست چقدر زنده ایم، مهم اینه که به بهترین شکل زندگی کنیم.